سلام دوستان، احتمال شما هم دنبال راحت ترین راه برای دانلود ویدیو از فیسبوک هستین. برای چگونگی این کار با من همراه باشید. خب ابتدا یک ویدیو رو که از قبل داشتم انتخاب میکنم، ویدیو رو میذارم تا پخش بشه. برای پخش خب در این قسمت که مشاهده میکنید 3W رو حذف میکنید و به جای اون M مینویسین و اینتر رو میزنین. صبر میکنیم تا صفحه باز بشه. خب یک صفحه دیگه باز میشه. مجددا میزنید تا ویدیو پخش بشه. در این قسمت راست کلیک میکنید و روی سیو ویدیو از کلیک میکنید. روی قسمت سیو در این قسمت که مشاهده میکنید ویدیویی که خواسته باشین داره دانلود میشه، در حال دانلود هستش. امیدوارم که بهره برده باشید. موفق باشید.